ذهن انسان شگفت‌انگیزتر از چیزیه که فکر میکنید. آیا میدونستید ذهن آدم یکی از عجیبترین و شگفت‌انگیزترین چیزهای روی زمینه؟ مغز ما حدود 86 میلیارد نورون داره و میلیاردها میلیارد اتصال بین این سلول‌ها وجود داره. یعنی هر فکر و هر تصمیم ما نتیجه یک شبکه فوق‌العاده پیچیده است. جالبه بدونید مغز ما فقط 2% از وزن بدنمونه، ولی حدود 20% از انرژی بدن رو مصرف میکنه. کوچیکه، اما قدرتش واقعا باور نکردنیه. حتی باورتون میشه ذهن ما میتونه روزانه بیش از 40,000 فکر تولید کنه. یعنی هر دقیقه چند صد فکر از مغز ما میگذره، حتی وقتی خوابیم. بله، وقتی خواب میبینیم مغزمون داره اطلاعات روزانه رو مرتب میکنه و بعضی وقتها هم بهترین ایده ها رو بهمون هدیه میده. و یه نکته باحال دیگه، مغز ما خودش تغییر میکنه. یعنی هر چیزی که یاد میگیریم یا تجربه میکنیم ساختار مغز رو دوباره میسازه. به این میگن انعطاف پذیری عصبی. یعنی میتونیم هر روز بهتر و خلاقتر و باهوشتر بشیم. ذهنمون حتی میتونه واقعیت رو شبیه سازی کنه. وقتی یه چیزی رو تصور میکنیم مغزمون همون مسیرهای عصبی رو فعال میکنه که اگر واقعا اون کار رو انجام میدادیم. یعنی فکر کردن خودش یه تمرین جدیه. هوش مصنوعی هر چقدر پیشرفت کنه هنوز نمیتونه مثل ذهن انسان باشه. ما میتونیم خلاق باشیم، احساسی تصمیم بگیریم و چیزایی رو ببینیم که هنوز وجود ندارن. پس دفعه بعد که به ذهنتون فکر میکنید بدونید یه مغز کوچیک اما فوق‌العاده شگفت‌انگیز دارید که هنوز پر از راز و توانایی‌های باور نکردنیه. و در آخر اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. به امید